در پی زمین‌لرزه‌های پرقربانی و خر و بیاور در ترکیه و سوریه که باعث هلاکت قریب 50,000 نفر و فرو ریختن صدها بنا از جمله بناهای نوبنیاد گردید، بسیاری‌ها تا کجا با چنین زمین‌لرزه‌های سخت تا باور بودن خانه‌های بسیار قبطه سال‌های آخر ساخته شده در شهرهای تاجیکستان را زیر شبهه قرار دادند. با در نظر داشت سطح کروپسیه در کشور، کم کسی بین اطمینان مقامات که میگفتند بناهای تاجیکستان به زمین‌لرزه اقتدارش تا 9 بال تا باورند باور کرد. بسیاری ها از جمله بناهای ساخته رئیس خدمات علاقه بیگ صبور را مثال می‌آورند که به تعبیر یک کاربر برخلاف عادی‌ترین معیارهای شهرسازی ساخته شده، در ساختمانش صرف محصولات پس‌صفت استفاده شدند. در پی سر و صدای زیاد در جامعه، رئیس کمیته ساختمان و معماری حکومت تاجیکستان نظام میرزازاده روز 16 فوریه سال 2023 به فرمایش امضا گذاشت که طبق آن کمیسیون عاید به آموزش تحلیل، بهادهی رعایت معیار و قاعده‌های شهرسازی، اینچنین دیگر سندهای معیاری و حقوقی در بنا و انشاءات به استفاده داده شده در دوره سالهای 2018-2022 و ساختمانشون ادامه داشته در شهرهای دوشنبه، بختر و خوجند تأسیس داده می شوند. در فرمایش گفته می شود که رئیس شهر دوشنبه رستم اموملی نیز روز 15 فوریه سال 2023 در مورد تأسیس گروه کاری جهت آموزش، تحلیل و بهادهی احتمالات رخ دادن زمین‌لرزه شدید در شهر دوشنبه و استواری واقعی انشاءات و بناهای استقامتی بسیار قبطه به استفاده داده شده و ساختمانشان ادامه داشته پایتخت امر ویژه صادر کرده است. اکثر این بناهایی که دوباره تحت سنجش قرار میگیرند، از جمله بسیاری از بناهای ساخته بیگ صبور در وقتش امضاهای کمیسیون قبول را به دست آوردند و در بسیارش علاقه مردم زندگی دارند.